عزیزای خدا، مادر حکایت میکنن، مادر میگه خیلی مادر زیبا بود، مادری جوانی بود، در سین جوانی شوهرش وفات کرد. در حیاتش یگانه یک پسر داشت. پسرش چقدر دوست می داشت. بارها میگه به سوی این مادر خواستگارهای زیاد آمدن که جوان هستی، نمیشه و حیات به شوهر گذرانی، بیا شوهر کن. این مادر میگه به خاطر فرزندش، به خاطری که من شوهر کنم، این فرزند احساسی بیگانگی میکنه، احساسی یتیمی میکنه، مبادا یعنی شوهر دویم بسوش یگان سخنی قبیح و بد نگه که دلی من ناراحت شوه. این زن میگه دیگر شوهر کردن انتخاب نکرد، قبول نکرد. فرزند رفته کلان شد. وقتی که به خود آمد این فرزند، میگه این مادر یک چشمش عاجز بود، یک چشم یعنی کور بود، نمیدید. به حد رسید که این فرزند وقتی در قد کوچه همراهی جوانها بازی میکرد، اون جوانها میگه به نام مادرش این شخصیت لقب موندن، گفتن فرزندی کور، فرزندی همون زنی کور، یعنی مادرت عاجز است، نابینا هست. از بس که جوان بود، بی سواد بود، این جوان رفته میگه در دلش یک نفرت و یک بدبینی نسبت به مادرش پیدا شد. یعنی که مادرش بد دید که از روی مادر شده مردم من چی میگن؟ میگن فرزندی کور، پسری فلان، مادری کور، نابینا. جوان میگه وقتی که به سین 18-20 سالگی رسید، از این طعنه و یعنی سخن مردم به خلاصه آمد که روز نزد مادر آمد، گفت مادر من از تو بیزار شدم، تو در من دیگر در کار من از این خانه و از این شهر میبرم میرم. گفت هر روز از روی تو من طعنه میشنم، مردم من لقبی پسری کور گفته لقب ماندن، من نمیخواهم همراه تو دیگر زندگی کنم. این شخصیت میگه از شهر برآمده رفت. چند مدت وقتی برآمده رفت، از بین 6 سال یا 7 سال چند سال گذشت، میگه مادر دل آرام نگیری، بوی فرزند، مهری فرزند نمیرسه. دست سراغ جستجوی فرزند شد، یعنی سراغه گیری. گفتم چند دیه پس فرزند اونجا سکونه داره. رفت میگه یعنی خانه فرزندش پیدا کرد. وقتی در دروازه فرزندش داخل شد، دید یک جوان، یک پسر بچه بازی میکنه در حولی، سر و صورت یک پسری خودش هست، یعنی نبیرش بود. بعد از اون میگه عنیق کرد که این نبیرم است، این فرزند از این پسرم است. در آغوش گیری میگه سر و بدنش بوسه میکرد. این لحظه میگه این جوان پسر این زن صدایی یعنی نامحرم، یک صدای در گوش رسید که همراهی فرزندش در بیرون کسی صحبت داره. از در بیرون شد، دید که مادرش است. دوباره میگه از غرور جهالت بیخود شد، به سوی مادر فریاد کرد، گو میمانی به حال خودم باشم، نه از تو آسوده و خلاص شدم مثل این جوانی ناجوان مرد. ای مادر، گفت میمانی به حال خودم باشه. قصه کوتاه، مادر از در بیرون کرد، گفت رو من از تو بیزار هستم، مادری تو برای من لازم نیست، در کار نیست. از در بیرون کرد. مادر میگه هرچند زاره کرد، گفت فرزندم اجازت بده یک بار من تر در آغوشم بگیرم، اجازت بده یک بار من تر از پیشانیت یک بوسه کنم. میگه ای فرزند اجازت نداد. مادر گریان گشت به سوی شهر آمد، به سوی خانش آمد. این مادر رفته میگه بیمار شد، از غم و سوزش داغ فرزند به جاگه بیماری افتاد. بارها شخصیت های را از اون نزدیک ها خواهش میکرد، میگو فرزندی منه، میگه بار بیای آخرین لحظه هم هست، یک بار دیگر ببینم. میگه این فرزند یعنی دعوت مادر را قبول نمیکرد، نمی آمد. قصه کوتاه، مادر وفات کرد، مادر بندگی کرد. پیش از وفاتش یک نامه نوشت، یک نزدیکش فریاد کرد، این نامه منه، وقتی که منه در خاک سپاریده فرزند ما دعوت کنه، بگه بیا که این ملک و زمین خانهش صاحبی کنه، از من بیزار بود، وای دنیا طلب است، دنیا پرست است، در اون خانه و در لازم است بیاید. وقتی مادر وفات کرد، بعد از آن این نامه را شخصیت گرفت، میگه به سوی فرزندش رفتن، گفتن ای فرزند مادرت از دنیا گذشت، بیا برای که ملک خانه و در مادرت صاحبی کن.
این شخصیت میگه با خاطر دنیا و با خاطر خانه شده گشت آمد. وقتی در حولین داخل شد، این شخصیتی که نامه را از مادر گرفت، نامه را به نزد آورد، گفت این مادرت در آخرین لحظه ها چیزی برای شما پیغام نوشته است. بعد از آن میگه نامه را گرفت و کشاد. این مادر نوشته بود که ای فرزندم، ای جگربندم، ای نور چشمم، من بصیری تو را ندیدم، من از تو بصیری یعنی نبویدم، اما یک چیز من برای تو بگم که ای فرزندم، در وقتش من جوان بودم، زیبا بودم، من در وقتش عاجز نبودم، چشمای من بینا بودن، به خاطر تو بر تو وار فرزند که تو یتیم هستی، مردم تو را یعنی سخنی بد نگویند، من شوهر نکردم تا اینکه همراهی تو زندگی کنم، اما تو را انیق بودم. وقتی کودک بودی در بغلی من بازی میکردی، در دست یک چوبی میده بود، با اون چوب زدی چشم من کور گرداندی. این چشم من تو کور کردگی هستی ای فرزندم. در وقتش من کور نبودم. امروز که از کوری چشم من نفرت داری، من از دستی تو به کوری زده بودم ای فرزندم. وقتی میگه جوان این نامه را خوان، بعد از آن فیغان کرد، فریاد کرد و گریه کرد، سر در و دیوار خانه میزد که دیگه براش فایده نداشت، مادر از دست رفته است. یعنی برادر عزیز بزرگوار، جوانی که مادر وسوش فریاد میکنی، مادر سخنی قبیح بد میگویی، این انیق بودم که حتما روزی تو هم پشیمان میشوی، حتما روزی میشوی که این آزار و این سخنهای قبیحی که در حق مادر گفته ای فرزند میشنوی.